شکر به حضرت پروردگار میکنم که همچون شما پیشوای با تقوا داریم. خداوند شما را و اهل بیت شما را از بلاهای زمین و آسمانی و از چشم دشمنان نگه دارد. من یک نفر استقامت کننده شهر دوشنبه هستم. نامم حبیب الله. مدت 9 سال است که با امر تقدیر در شهر اولیانوسک روسیه در زندان هستم. باید مرا در ماه مارس جواب میدادند، ولی افسوس که این برای من میسر نشد. من شکر خدا را میکنم که این 9 سال را بیهوده نگذرانیدم. در این مدت قرآن بزرگ را با پررگی از خود کردم و چند نفر از مسلمانان این زندان از من تعلیم قرآن میگیرند. ما مسلمانان این زندان که از هر ملت و قومیم یک جایه الحمدلله نماز میخوانیم و آنها به من اقتدا میکنند، ولی نمازها را وقتی میخوانیم. بابایشان بعضی ها میگویند که در غریبی نماز قصر باید خواند. آیا این نماز ما درست است یا نه؟ جوابش را به صبرانه انتظاریم. بابایشان ما شما را بسیار دوست می‌داریم و موعظه های شما را بسیار گوش میکنیم که برای ما روحی تازه میبخشد، ولی افسوس که از دیدار شما و از دیدار یار و برادر و زن و فرزندان خود دور هستیم. بابایشان مادر پیر هم دارند که غم دور بودن من او را بسیار ضعیف و ناتوان کرده است. شنیدم که او بیمار است. چشم برای من انتظاری میکشد. خواهش دارم در روز جمعه مبارک از منبر پیغمبر بزرگوار در حق من و برادران من دعا کنید که یک بار دیگر چهره گرم مادرم را ببینم و دستان نرمش را بمالم و سرم را در پیش پایش گذارم. با آرزوی احترام یک نفر مخلص شما از زندان. حبیب الله. دادر عزیز، اولا دعا میکنم خداوند شما را و همه زندانیا را، چه در غریبی ها هستید چه در داخل جمهوری ما هستید، از زندان خلاصتان گرداند و به نزد فرزندان عزیز و خاندانتان برساند. و دعا میکنم خداوند این مادری بیمار شما را شفای کامل تید و اگر مهلتش باقی باشد شما را به دیدار او رسانیدن نصیب بسازد. دادر عزیز، وقتی که شما در غریبی هستید، خوب 9 سال که جزای برآوردی حکومت برای شماست، شما در زندان آنجا می توانید وقتی که نیت اقامت کرده باشید، این معنا که ما همینجا 9 سال می ایستیم یا 8 سال می ایستیم تا وقتی خدا خواسته باشد گفته، نیت کرده باشید اگر شما می توانید نمازاتان همش وقتی خوانید، زیرا شما مسافر حساب نمیشید وقتی که مدت شما معلوم است. وقتی که شما نیت اقامت کنید، هر شخص غریب هم در کجایی که باشد از 15 روز اگر زائد می ایستادگی باشد نیت اقامت کند. نیت اقامت همین که من همیشه یک ماه می ایستم، میتواند اون نمازاش وقتی خواند. بنابر نمازهای شما درست است تا وقتی که آزاد شدن خواندن گیر. انشاءالله که آزاد شدی، خانه که قصد بازگشتن کردی، در راه بعد از آن قصر میخوانی. خداوند نجات یا دادر عزیز حبیب الله خان، خدا سلامت باشی. انشاءالله فایده کردی، قرآن حفظ کردی، باز انشاءالله خرسندی ها در پیش است.